این 5 تا نکته رو رعایت کن، خطر حمله قلبی خودت و خانوادت رو 80% چیکار کن؟ کاهش بده. هر روز به مقدار خیلی کم، یعنی یه دونه بوته 30 ترشی به همراه هر غذایی که می‌خوری مصرف کن. توی برنامه غذایی خودت کرفس و خورش کرفس داشته باش. اگر دچار گرفتگی عروق قلب در حال حاضر هستی، به مدت زمان 8 هفته هر شب 1 استکان آب کرفس بخور. کبد پاکسازی میکنه، چربی رو هم پایین میاره و چیکار میکنه؟ گرفتگی عروق قلب رو باز میکنه. مهمترین کاری که باید انجام بدی روزی نیم ساعت پیاده روی به صورت سریع که بدنت عرق بکنه. از خوردن مواد نگهدارنده مثل سدیم که توی نوشابه‌های انرژیزا و نوشابه و سوسیس کالباس هستش دوری کن. از خوردن کافئین بیش از حد دوری کن. روزی 2 کاپ بیشتر نشه، چون باعث گرفتگی عروق میشه. چربی زیاد، پرخوری، کم تحرکی یعنی ورزش نکردن و خوردن روغن جامد به قلبت آسیب میزنه. حالا چیا برای قلب خوب هستن توی کپشن برات کامل نوشتم.